سلام بچه، امروز اومدم وسایلایی که برای یکی از بچه های فامیلمون که پسره رو براش گرفتم و بهتون نشون بدم. یه سری لوازم تحریر براش گرفتم و خوشم نمیدونه و کانالمو داره و مطمئنم که اینجا میبینه. اول از همه یه دونه غلطی براش گرفتم که این شکلیه. بعدش یه دونه از این مدادا گرفتم. میدونم مداد خیلی به کارش نمیاد ولی مدادش خوشم اومد و یه دونه مداد اتودی براش گرفتم از این اتودا. بعد یه دونه 3 تا هم خودکار براش گرفتم، رنگ صورتی آبی و مشکی و یه دونه از این پاک کنه براش گرفتم که خیلی جنسشون خوبه. اینم نوک همون اتوده، یه دونه هم ماژیک آبی و یه دونه دفترچه یادداشت براش گرفتم که این شکلیه، خیلی خوشم اومد. با هم یه دونه جامدی براش گرفتم که این شکلیه، امیدوارم خوشش بیاد. حالا هنوز بهش ندادم، خوشم نمیدونه، قرار سورپرایزش کنم، ببینم چی میشه. خدافظ.